حضرت رسول الله فرمودند امتهای من، علماهای امتی مرا خداوند مثل انبیای بنی اسرائیل در آنجا شرفمند میگرداند، آنها شفاعت میکنند. فهذه شفاعت ثانیه، این دیوم شفاعت پیغمبر علیه السلام است. شفاعت اول رسول الله در آن جایی بود که مردم 40 سال در عذاب بودن، تا حال رم هیچ کار و معرکه حساب سر نشده بود. رسول الله شفاعت کرد که با شفاعت او حساب کتاب را خدا کشاده کرد. دوم شفاعتش اکنون در سر کار در نزد ترازوی اعمال شفاعت رسول الله آغاز می شود. این شفاعت دیومی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بعضی انبیا، اولیاء و صالحون که در اون شفاعت یشترک فیها الانبیاء والاولیاء والصالحون ولنبینا محمد صلی الله علیه و سلم اکثرها و اوفرها، اکثری شفاعت برای پیغمبر ماست صلی الله علیه و آله و سلم. و روا ابن عباس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت ابن عباس، عبدالله ابن عباس شاه مفسران از پیغمبر بزرگوار روایت میکنند که یوزع للانبیاء منابر یجلسون علیها و یبقى منبری لا اجلس علیها الا قائما بین یدی ربی. برای همه پیغمبران در میدان حسابات، در میدان محشر، در روز فیصله الهی برای پیغمبران منبر میمانند، در بالای منبرها می نشینند. منبری مرا میمانند، من در بالای منبر نمی نشینم. امت راست می استم، قائما در آنجا می استم. منبری من جلوس نمی کنم، در پیش پروردگار راست می استم. پروردگار می گوید ای محمد علیه السلام تو برو در آن منبر بنشین. پیغمبر علیه السلام می گوید وقتی نمیشیند خداوند میگوید ما تريد ان اصنع بامتك، یا محمد علیه السلام چی میخواهی من امتای تو را چی معامله کنم؟ وقتی پروردگار میپرسد فیقول رسول الله می یا ربی عجل حسابهم، اولا بار امتای مرا حساب کن، اولا بار امتای مرا حساب بگیرده، اینا از این دهشت و وزمینه خلاص شود. های اگر والله در یک جایی که مردم اگر حج خانه خدا می روند، اگر در نزد یک جا در پاستای همان بگذشتگی یک قومی که 3 روز 4 روز 10 روز می استد، یک آدم می برود خاطر داره که قوماش از اونجا خلاص کنه از تشنگی، چه مقدار قوم او خرسنده. میگن رهبر ما عجب رهبره، پیشوای ما عجب پیشوایه، اگرچه ما از همه پیشتر خلاص کرده بود به مقصد رسانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی نشیند، با پا راست بیستد که خداوند جل جلاله او را بپرسد. در کرسی راحت نمی نشیند تا که خداوند او را نظرش کنه. میگوید چی میخوای ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ میگوید میخواهم که 40 سال شد امتهای من در عرق شرم و عذاب استادن، خدا اول امتهای مرا حساب بگید. های شکر حق را که چنین پیغمبر داره ما، چنین شفاعتگر داره ما، چنین رهنما داره ما، چنین مصطفی داره ما، چنین مقتدا داره ما. این پیغمبر اولین و آخرین پیغمبر روی دنیاست، پیغمبری همه امت هاست، پیغمبری همه قبیله هاست، پیغمبری روی دنیاست. در حالتی که کافران باز این پیغمبر را تهمت میکنن، این پیغمبر را صورت کشی میکنن، این پیغمبری شفاعتگر را ایمان نمیارن، این پیغمبر و سیدی عالم را نمیشناسند که در روز قیامت مقام محمود لوای حمد شفاعت به دست اوست.
ای کافره که صورت محمد را قبیح میکنی، ای شپرک کور شپرک که ترا خدا از این نعمت کور کرده است، بیا به دین محمد بدرا، بیا در لذت ایمان احمد بدرها، بیا در شفاعت محمد بدرا. ای کافران بی ایمان، چرا از دین محمد میگریزی؟ چرا محمد را تهمت میبندی؟ خدا خدایست که همه انبیا آرزوی امتی محمد علیه السلام دارند. بعد از آن امتی محمد علیه السلام را خداوند میخواند، امتی محمد علیه السلام را دعوت میکند، میگویند فیدعا بهم، فرمان میشود اول امتی محمد علیه السلام را دعوت کنید. امتان محمد علیه السلام را دعوت میکنند، فیحاسبون، حساب امتی محمد علیه السلام را میگیرد. فمنهم من يدخل الجنة برحمته، خداوند میگوید جدا بسازید، پاکان امتی محمد علیه السلام را من خودم بخشیدم. یا الله، پاکان امتی محمد علیه السلام را من خودم رحمت کردم، با آنها شفقت کردم، آنها را به حساب ببرید، آنها را به حساب نیارید. و منهم من يدخل الجنة بشفاعته، رسول الله به گناهکاراش میگوید خدایا شفاعتی که وعدم کردی به شفاعت من گناهکاراش پروردگارا ببخش. بخواهی که نجات در روز قیامت غیر از راه محمد دیگر راه دیگر نداری. خلاف پیامبر کسی راه گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. خلاف راه محمد راه دیگر نیست، خلاف دین محمد دین دیگر نیست، خلاف کار محمد کار دیگر نیست، خلاف اسرار محمد اسرار دیگر نیست. غیر از محمد دیگر حبیب خدا دیگر نیست. بدانید و آگاه باشید. رسول الله فرمودن بعضی انسانای را من شفاعت میکنم که قد امر بهم الی النار، آنها را خدا میگه به سوی دوزخ برید، حتی ان خازن النار لیقول ما ترکت یا محمد لغضب ربک فی امتک من نقمت. در با غضبی که خداوند کرد برای امتای تو یگان تش در عذاب نادر آمده همش خلاص کردی، همش خلاص کردی. پیغمبر علیه السلام فرمودن لأشفعن یوم القیامه لأکثر اهل الارض من حجر و شجر، من در روز قیامت از بسیار همین عدد درخت رگای بیابان امتای خود را شفاعت میکنم. این وعده است که پروردگار جل جلاله برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادند. وقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم يدخل الجنة بشفاعة رجال من امتی اکثر من ربیع و مزر، بسیاری از امتای من قبیله های مزر از قبیله ربیعه و مزر زیاد من شفاعت میکنم در روز قیامت. اکنون برادران عزیز اینجا باز جنازه آمده است، دوام میره انشاءالله تبارک و تعالی آنچه که مقصود است انشاءالله در جمعه آینده انشاءالله از تفسیر بیانات خواهیم کرد. امیدوار هستیم که خداوند برای او روز همه ما و شما را خدا نصیب کند که آماده باشیم و برای او روزی بزرگ روزی سفر ثوابهای داشته باشیم. خدایا خداوندا همه وطن و اهل وطن من خداوند در راه راست هدایت نماید، تنجی و آرامی وطن و خداوند بر دوام بدارد، برکت و فیض خدا به جامعه ما بریزاند. خداوند جل جلاله برادرانی که امروز در درس قرآن
و تفسیر قرآن امروز حاضر شده.